و پیشنهاد نهایی من به خود مردم است، به خود ملت است. ملت عزیز، مردم عزیز تاجیک، شما اجازت ندهید که یک نفر با نام حکومت، با نام وینکمت، با نام قانون بیاید حقوق شما را پامال کند، مرزی شخصی شما را تجاوز کند. چگونه اگر یک دوست به حولی شما بیاد، به خانه شما بیاید، بدون اجازت شما وارد شود، مگر شما به او اجازت میدهید؟ شما اجازت میدید که یک نفری بیگانه بیاید وارد خانه شما شود بدون آنکه از شما اجازت پرسیده باشد؟ حالا هر کسی هم که باشد، چی اون نماینده مقامات دولتی هست، پلیس هست، کارمند کمیسریت حربی هست، کارمند جماعت و پروکراتور هست، اگر به اجازت شما پایش رو از دری شما داخل گذاشت، دری حولی، دری حجره شما داخل گذاشت، بداند که این جنایت است، او دزد هست. حکمی او در نزد قانون، در نزد جامعه برابر یک حکم یک دزد است. شما حق دارید که از شخصیت خود، از حقوق خود، از امنیت خود دفاع کنید با هر راهی که میتوانید. شما تصور کنید که یک دوست وارد خانه شما شد، میخواهد که به ناموس شما تجاوز کند، مال شما را بدزدد، حیثیت شما را پامال کند، شما را لط و کوب کند. شما با اون چگونه رفتار میکنید؟ دقیقا همون رفتاری را که با یک دزد میکنید، با این دزدهای قانونی هم باید شما کرده باشید. من میدونم که این با گفتن آسان است. شاید بعضی از شما بگویند که شما در خارج ایستادید و مردم را دعوت میکنید که از حقوق خود دفاع کنند. بله، این میدونم در شرایط تاجیکستان دفاع کردن حقوق خود در مقابل یک کسی که از نام قانون و حکومت گپ میزند کاری آسان نیست. اما من شما را دعوت میکنم که حداقل این حالات را رسانه‌ای کنید. شما مطمئن باشید که اگر این حالات را رسانه‌ای کردید، شما از طرف ما، از طرف جامعه شهروندی، از طرف فرزندان خودتان که در خارج هستند، حتما پشتیبانی خواهید یافت. ما حداقل صدای شما را به جایی که لازم است میرسانیم. ما حداقل صدا بلند میکنیم. شما مطمئن باشید که اون پروکورور گنرالی یا هر وزیر یا حتی که پرزیدنت که برایشون در اروپا دیگر آسان نیست که همون افسانه‌هایی که در دوشنبه میخوانند در اینجا بخوانند. شما دیدید که پروکورور گنرالی در ژنو وقتی که در روبروی ما نشست چه حال داشت؟ با سوالها چگونه جواب داد؟ شما دیدید که پرزیدنت وقتی که با اروپا آمد چگونه پنهان شد؟ نتوانست در کوچه ها، در جلسه‌هایش حتی به طور آزاد و راحت شرکت کند. یعنی مطمئن باشد که اونها اگر در داخل تاجیکستان جواب نمیدهند، در خارج در نزد مردم، در نزد دیگر نیازها جواب خواهند گفت. من باور دارم که اگر شما حقوق خود را در برابر این دزدهای قانونی دفاع کرده، در برابر این تجاوزگران هم قانون و هم حقوق انسان دفاع کرده، اگر یک نفر دو نفر این کار را کرد، مطمئن باشید که آنها در آینده از این قانون شکنی دست خواهند کشید، خودداری خواهند کرد. بنابراین من دعوت میکنم که من نمیگم شما دست به یگان تظاهرات بزنید که اصلا این امکان ندارد و شدنی هم نیست در این روزها. اما من شما رو دعوت میکنم که یک کمی جسورتر باشید، یک کمی از خود دفاع کنید و حداقل صدای خود را، نوارهای کوتاه خود را، آواز خود را به ما بفرستید، به خارج بفرستید و مطمئن باشید که این فرزندان شما که الان دست به کار شدن، در خارج استودیوها تشکیل کردن، رسانه ها تشکیل کردن، این صدای شما را به جهان خواهند رساند، از شما دفاع خواهند کرد و بعدا میبینید که چه تغییرات در زندگی و در حیات شما وارد خواهد شد. بنابراین من این پیشنهادهای خود را که الان دیدید هم به پرزیدنت کردم، هم به پروکراتور، هم به وکیلان مجلس نمایندگان و هم به ملت عزیز کردم تا اینکه یک تغییرات در جامعه ما با وجود بیاید و بعد 6 ماه از دعوت بهاری در جامعه ما این مریضی و این بدرفتاری که با نام ابله و مشهور است ریشه‌کن شود و ما قدم به قدم با اون جامعه برسیم که مورد نظری همه ما هست.